و من شالوی گلخوجه با شما در استودیو. قبل از تفصیلات خبرگزاری شو به موضوع روز توجه کنید. اومد به سر از آنچه می‌ترسیدند. بلند شدن قرب رسمی دلار در تاجیکستان به نرخ محصولات در بازارها تاثیر گذاشت. همقدر که کورس بالا رفته این همقدر قیمت می‌شود. با پا رفت اما با تابوت آوردن. نزدیکان به فرضیه خودکشی سربازی که همگی 40 روزی دیگر برای خدمتش باقی مانده بود باور ندارند. تا آخر امسال قانون ادوکاتورا در تاجیکستان نو می شود. حقوقشناسان میگویند اصلاحات خوب است ولی باید مقام وکیلان دفاع را نیز تغییر داد. ما کم می‌بینیم که نفر سفید کرده شود، چون که اگر سفید کنند یعنی که گویا این کاری پروکراتورا کاری следователь منفی است. همانگونه که انتظار می رفت بعد اعلان قرب رسمی 90 دلار از سوی بانک ملی، نرخ‌ها نیز در بازارهای تاجیکستان تغییر کردند. البته به سمت بالا. 3 روز قبل قرب سومانی در نسبت دلار یک باره 27 درم پایین رفت و ساکنان می گفتند که از تاثیر آن به قیمت محصولات غذایی نگرانند. امرالدین عالموف میگوید صبح امروز نرخ بعضی مواد غذایی مثل چند روز پیش نبود. بالوروی قرب رسمی دلار آمریکایی در چند روز اخیر نرخ بعضی محصولات نیاز اولیه را در بازارهای دوشنبه گران کرده است. ساکنان میگویند افزایش نرخ‌ها الکی به کیسه‌شان ضربه زده است. همه چیز میگم دلار خط می‌خریم. برای میگن که می‌خریم. سوز یک کیلو خرج 4 سوم شده. سوز 2.5 سوم 3 سوم. پامیدوری نه 4 سوم 4.5 سوم. همه ای برای خط تاثیر شامل است. امید به فروش محصولات گوشتی و شیری مشغول است. میگوید اکثر مالهایش از خارج کشور وارد میشوند و با بالا رفتن ارزش اسعار خارجی او مجبور است نرخ حسیبچه و گوشت مرغ را بلند بردارد. با دلار آمریکایی است که البته اینو قیمت میشوند. اینو از خارج کشور است و همین سبب قیمت میشود. یعنی یک پارچه است که 15 سوم باشد، مو 16 سوم میشود یا 17 سوم میشود. در همین نرخ همقدر که کورس بالا رفته این همقدر قیمت میشود. طور به نظر می رسد دوام 2 روز اخیر در برابر محصولات وارداتی نرخ چند نوع از محصولات استحصالی وطنی نیز بالا رفته است. فروشندگان این را انکار نمی کنند. بعد عید هم هیچ خشتیم قیمتش در همین 3-4 روزه اخیر قیمت چند درم قیمت چه؟ اما خودش یگان 20 درم قیمتش زیادتر شده. خیلی بالا روی شده که پیش 21 سوم 20 سوم هم اون خیلی سودا داشت. حاضر 25 سوم 24 سوم هم خیلی. نرخ کارتوشکا هم از 3 سومانی چند روزی قبل به 3.5 سومانی رسیده است. میزوجان از این بالا روی نگرانند. این کارتوشکا 3 سوم بود 3.5 سوم شده با میگن 4 سوم شده. باز چه قیمت شده در برابر کارتوشکا؟ همین گوشت قیمت شده. گوشت چند بود چند شده؟ گوشت 40 سوم بود 45 سوم شده. تخم هم قیمت شده. تخم 90 درم شده. پیش چند درم؟ پیش هم 70 درم بود 60 درم بود 90 درم شده. روز 20 آگوست قیمت 1 دلار در تاجیکستان به 9 سومانی و 70 درم رسید. بانک ملی در یک اظهاراتی رسمی گفت این تصمیم به آن هدف روی دست گرفته شد که قرب رسمی دلار از قرب آن در بازار سیاه فرقیتی زیاد داشت. کارشناسان میگویند این تصمیم پهلوهای مثبت و منفی خود را دارد. البته در اینجا شاید یگان بهبودی خوب در معاملات پولی و قرضی سیاست بگیم قرضی و پولی جمهوری تاجیکستان یک عملی خوب اقدام خوب هم باشد، نه که از دیگر طرف مفید آور شاید از نقطه نظری مالیوی هم مفید آور باشه، نه که برای قشری صاحبکاران خرد میانه این یک بهانه نو پیش آمد برای بالا بردن ارزش مالهای خود. با گفته کارشناسان بالا رفتن نرخ چند نوع محصولات در بازارهای کشور از پیامدهای اول پایین شدن قرب رسمی سومانی در برابر دلار است و با وارد شدن محصولات نو تأثیر عمیق آن به تمام محصولات وارداتی میرسد. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. از باران گریخت و به برف دچار شد. این مقال رو میتوان در نسبت قهرمان گزارشی بعدی ما استفاده کرد. مهاجری که از سردی‌های روسیه و میلیساهای بدرفتارش دلگیر شده و کار در نزد خانه را اولاتر دانست،
حالا با آسیب جسمانی در بیمارخانه است. نفری که مشت را به سر او کوفته است تا هنوز در آزادی است. عبدالله شوروف این قضیه را از مرکز خبری رادیو آزادی پیگیری دارد و تفصیلات را از او میشنویم. جوان 25 ساله تاجیکی در گذرگاه فاتح آباد مرز تاجیکستان و ازبکستان به عرابه‌کشی مشغول بود میگوید یک تاجر مشت‌زور او را تا بیهوش شدن لطوکوب کرد و عین حال با آسیب مغز سر در شفاخانه بستری است. با ارجان حفیظ که در گذرگاه فاتح آباد مرز تاجیکستان و ازبکستان به عرابه‌کشی مشغول است، روز 22 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت از حادثه لطوکوب شدن وی 5 روز سپری می شود، اما تا به حال مقامات میلیسا آزاردهنده او را بازداشت نکردند. به گفته این جوان، این تاجر در میان دو کشور به سودای مواد غذایی مشغول بود. به ادعای با ارجان این تاجر بارها حق زحمت او را پرداخت نکرده فرار میکرد. شب شنبه 17 اوگوست این تاجر باز خواهش میکند که بار او را با آرابه‌اش ببرد، اما با ارجان رد میکند. جنجالی کوتاه لفظی میان عرابه‌کش و تاجر به کشمکش میپیچد که بایرجان آن را چنین قصه کرد. تو بیبی ساعت 8 بود. اول یک ذره خلیاتی برای گفت که برای بوری برای بیار گفت. پنج سال جورا. بور رفته بور ذره که بور کرده او بوری برای بیار. باز دیگه بوری کرده بیارم. کاش بوری ذره که بور کشیده که دادی بود. چه بوری برای بگیری. باز چوبک تو ده بوری ترا ببره که بوری یا کپی دیگه. بگیری میری. یه وقت داوزا شدی برای آرواد یا لغات خیلی کارو پرو که خفاش میره پرو زده گرفت و سر د اسفالت زد و بیهوش شد. پس از این حادثه با یاری شاهدان با ارجان به بیمارخانه انتقال می‌یابد. پدر او بلافاصله به اداره میلیسا عرض می‌کند، اما به ادعای با ارجان آزاردهنده‌اش تا حال در آزادی است و بازداشت نشده است. اما مقامات میلیسا میگویند شعبه کارهای داخلی ناحیه مسچاه شکایت او را قبول کردند و تفتیش این حادثه ادامه دارد. آقای عریضه در همون کتاب اخبارات مقامات میلیسا با خرج گرفته شدگی باید همین خلاصه اکسپرتیز را نگاه داریم که اکسپرتیز تعیین کردگی میگه باید موارد تفتیشات دونتی میگه. باید آدم انی ملیسای ناحیه مسچاه این حادثه با خبر تفتیشات پیشگیش رسول است. سنجش پیشگی رسول است. شاهدای حادثه دیت زنان بودگی و یارو پرسیدگی ای جابده بیانات گرفتگی اون گمان برشترم آوردگی بیانات گرفتگی خلاصه اکسپرتیز را میگیرن و موارد تفتیشات دونتی میگه. با ارجان حفیظ میگوید سال قبل از مهاجرت کاری از روسیه بازگشت و باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان برای او یک جای کار فراهم کرد. او در میان گذرگاه فاتح آباد و آیبک تاجیکستان و ازبکستان به عرابه‌کشی مشغول است و از این حساب روزانه از 40 تا 50 سامانی درآمد داشته است. میگوید این شغلش را در نزدیکی خانه از مهاجرت روسیه اولاتر دانست، اما اکنون مجروح شد و معلوم نیست کی به پا میخیزد. سپاس از عبدالله برای جزئیات. این قضیه چی گونه رنگ خواهد گرفت در وبسایت رادیو آزادی پیگیری نمایید. بینندگان عزیز، تا قبول نوارهای شما برای آزمون دهی من روزهای کم مانده است. از این خاطر بشتابید، شاید یکی از 3 جایزه های رادیو آزادی، ویدیو کامera، پلنشت و یا تلفن هوشمند نصیب شما می‌گردد. طلبات آزمون این است که در یک نوار 1 دقیقه‌ای درباره دهه خودتان نقل کنید و به رقم‌های ما از جمله 420 724 056 681 فرستید. نوارهای آنهایی که تا این لحظه به آزمون فرستاده بودند در سامانه رادیو آزادی در بخش ده من یک پاره خاک وطن گذاشته شده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک سرباز وزارت مدافع تاجیکستان از زخم تیر به هلاکت رسیده است. مقامات شام 21 اوگوست جسد هدیت الله تقایف سرباز وزارت دفاع را به والدانش در دهه چارکوی اصفهان سپردند. تقایف ماه اکتبر سال 2017 داوطلبانه به ارتش پیوست و تا انجام مهلت خدمت سربازیش همگی 40 روز دیگر مانده بود. نزدیکان تقایف به رادیو آزادی گفتند که تیر به میانه 2 ابرویش زده است و آنها تا هنوز دقیق نمیدانند فرزندشان در کدام شرایط جان باخته است. مقامات گفتند او خودکشی کرده است، ولی نزدیکان به این فرضیه باور ندارند.
اتفاق ادوکات‌های توجیکستان با ارسال چندین پیشنهاد به حکومت امیدوار است که ضمن تهیه قانون نو به اینوبت گرفته می‌شوند. اصلاحات در قانون ادوکاتورا در سال 2014 کاری وکیلان را با مشکل مواجه و صدها نفر آنها را از شغل محروم نمود. وکیلان دفاع وابسته وزارت عدلیه شدند، زیرا برای کاری ادوکاتی باید امتحان سپارند. چنین طلبات باعث شد که حالا برای هر یک وکیل 11,000 نفر رسم می‌آید. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه در این باره گزارش دارند که آن را مومن احمدی پیشنهاد می‌کند. سیدبک نوریدینوف رئیس اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان تجربه 20 ساله فعالیت در این ساحه را دارد. او میگوید بعد قبول قانون شماره ادوکات‌ها در کشور از 3,000 نفر به 850 کس رسید. ادوکات‌های باقی مانده امکان خدمت رسانی به همه کارافتادگان را ندارند. در بعضی از مناطق کشور عموماً ادوکات نیست. به علت کمی وکیلان دفاع ده‌ها پرونده جنایی در دادگاه‌های تاجیکستان به شرکت ادوکات بررسی می شود. طبق طلبات قانون باید که ادوکات واقعاً باید که تامین کرده شود. یعنی ادوکات باید که با پیشنهاد کردن اوردر با اون حرکت تفشد و مقامات تفشد و پیشکش می شود و در حالتی که فقط خود همین گمانبر شده مثلا عیبور شونده حقوق دارد که دست کشد. اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان طرح پیشنهاد را برای تغییر قانون به پارلمان ارسال کرد. حکومت آن را تا آخر سال بررسی می‌کند. تغییر قانون ادوکاتورا از طرف کمیته سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی توصیه داده شده بود. حقوق شناسان میگویند در مد اول باید ادوکات‌ها از زیر نظارت وزارت عدلیه بیرون کرده شوند. این نهاد برای دادن اجازت فعالیت هر 2 سال ادوکات‌ها را از سنجش تخصصی می‌گذراند. ثانیاً باید منع فعالیت برای شخصان دارای قانونشکنی‌های خرد بیکار کرده شود. در مجموع لایحه از 17 پیشنهاد عبارت است. عموما ممکن است که قانون مثلا شخص را عموما طریق ابدی از کسب محروم کند. این در یگان جای خیلی نیست. یک متاسفانه در ما این چیز قبول شد. آینی حال بابا نظر و حقوق شناس تاجیک میگوید قانون را تغییر دادن لازم است. باید مقام ادوکات هم در جامعه و هم در تالار دادگاهی کاملا عوض کرده شود. فعلا وکیلان مدافع از دخالت به سیاست و حمایت گمانبران در تروریسم و افراطگرایی هراس دارند. ما کم می‌بینیم که نفر سفید کرده شود، چون که اگر سفید کنند یعنی که گویا که این کاری پروکراتورا کاری سلیدوتی منفی است. به قول اعضای اتفاق ادوکات‌های ارسال 17 پیشنهاد تنها قدم اولین است. اگر این پیشنهادها به قانون در تهیه نو وارد کرده شود، ادوکات‌ها به اصلاحات دیگر نیز پایفشاری خواهند کرد. حالا دلخواه مقامات قدرتی میتواند به مقابل وکیلان مدافع پرونده جنایتی باز نماید. حقوق شناسان میخواهند چون این صلاحیت را تنها دادستانی کل داشته باشد. این تغییرات امکان احتمال فشار را از جانب نمایندگان حفظ قانون و ترتیبات از بین میبرد. و دوستان شهر دوشنبه هفته گذشته تحقیق پرونده 4 بلوگری توجیک رو که ماه ایول امسال درباره زنان تنفروش گزارش کرده بودند به انجام رسانده است. مقامات آنها را به غیر قانونی جمع آوردن و پنهان کردن معلومات شخصی متهم می‌دانند. این اتهام از 11 تا 27 هزار سومانی جریمه یا 1 سال کارهای اصلاحی را پیش بینی می‌کند. خود بلوگران میگویند که هدفشان نشان دادن مشکلات اجتماعی بود، نه پنهان کردن اطلاعات شخصی. با این وجود آنها بعد بازپرسی اول نواری ویدیو را از یوتیوب حذف کردند. 4 بلوگر یک ماه پیش با هدف انجام یک نواری تجربوی زنهایی را که از آنها فاحشه نام می‌بردند در خیابان‌های پایتخت سواری ماشین کرده درباره نرخ و خدماتشان پرسیدند. بینندگان عزیز، این چند خبر و گزارشی بود که تا این لحظه در دست داشتیم. مطالبی از این بیشتر را در سامانه ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرهای روز در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترسن. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است. من با شما فردا ملاقات خواهم داشت. نخست در نوید بامدادی که صبح بر وقت تقدیم می شود. خدا نگهدار.